حرکت اول مالاسانا. این حرکت بهترین برای تحریک روده بزرگه. حرکت بعدی پاوانموکداسانا. یه ماساژ خوب به شکم میده و به آزاد شدن گازهای جمع شده کمک میکنه دفع بشه. حالا بهش یه پیچم اضافه کن. با حرکات پیچ دستگاه گوارش تقویت میشه. جریان خون در این قسمت افزایش پیدا میکنه و یبوست هم کاهش پیدا میکنه. حرکت بوجانگ یکی از بهترین آساناها برای یبوسته، چون گازها رو خارج میکنه. گاز و یبوست هم به هم مرتبطن. آدوکاشواسانا یه حرکت به عنوان وضعیت معکوسه و موجب افزایش لنف و گردش خون میشه. حرکت آخر واژراسانا. این حرکت رو میتونین بعد از صرف غذا انجام بدین. بهترین برای هضم غذا و حتی یبوست رو هم از بین میبره.